سلام بینندگان عزیز، سرخط خبرهای روزی 6 سپتامبر را من مومن احمدی تقدیم میکنم. پوتین بار دوم در سال روان به دوشنبه سفر میکند. میلیسه های فربه را در ختلان تماشا روان کردند. داعش گفت ترکیش نزد سفارت روسیه در کابل کاری دست آنهاست و مهاجران شبانه درس زبان روسی میدهند. این و دیگر خبرها در ادامه برنامه. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه تصمیم دارد که امسال باز یک بار دیگر به تاجیکستان سفر کند. او آخر ماه ایون به تاجیکستان آمده بود. سیراج‌الدین مهردین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه موضوع آمادگی به سفر پوتین به تاجیکستان را در مسکو بررسی کردند. سامانه وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داد که دو وزیر برای هماهنگسازی مسائل آمادگی به سفر رسمی در پیش ایستاده پرزیدنت روسیه به توافق رسیدند. هدف سفر پوتین به تاجیکستان معلوم نیست و مقامات دو کشور نیز آن را شرح ندادند. پوتین که پس از آغاز جنگ با اوکراین در انزوای بین المللی قرار دارد، بار دوم از قصد سفر به تاجیکستان را دارد. جزئیات سفر 2 ماه پیش او به تاجیکستان رسانه‌ای نشد و معلوم نیست که در صحبت‌های تنها با امامعلی رحمان آنها چه گفتند. مسئله مشکلی مهاجرت شهروندان تاجیکستان بر روسیه که از مشکلی اصلی برای مهاجران تاجیک دانسته می شود، در صحبت گذشته پوتین با رحمان بررسی نشده بود. اما در خبرنامه وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفته شده است که وزیران دو کشور به موافقه رسیدند که در حل فوری همه مسئله های مبرم مهاجرت و رشد اقتدار شهروندان که نیت کار در قلمرو دو کشور را دارند مساعدت کنند. شاخه خراسانی داعش مسئولیت حمله به سفارت روسیه در کابل را بر دوش گرفته است. این سازمان تندرو با پخش بیانیه روز 5 سپتامبر گفته است که حمله انتحاری را یک جنگجوی آنها انجام داده است. در حمله صبح 4 سپتامبر 2 کارمند سفارت روسیه و 4 شهروند افغانستان کشته شدند. امیرخان متقی وزیر کارهای خارجه حکومت طالبان با سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه شب گذشته در این باره صحبت کردند. بینندگان ارجمند، حالا به یک آگهی مهم توجه کنید. بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد برنامه سرخط رویدادها ساعت 16 به وقت دوشنبه و ساعت 14 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید. در ختلان به کارمندان فربه میلیسه دستور شده است که به مکانهای تاریخی سفر کنند و پیاده سیاحت نمایند. یک مقام وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان گفت که این سفارش را رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان هنگام سفرش به شهر باختر داده است. با گفته او وزیر چند کارمند فربه میلیسه را تنقید کرده است و گفته است برای کم کردن وزنشان باید بیشتر پیاده راه گردند. با سفارش وزیر هر هفته کارمندانی که وزن اضافی دارند به مکانهای تاریخی و فرهنگی باید سفر کنند. هدف را مقامات آشنایی با تاریخ و یک نوع ورزش می‌دانند. در ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان موضوع فربهی کارمندان را شرح ندادند، ولی گفتند که واقعاً با دستور وزیر برای بلند برداشتن جهانبینی، سلامتی هیئت شخصی و آشنا شدن با تاریخ گذشتگان، کارمندان میلیسه به سیاحت جلب شدند. سال 2016 وزارت کارهای داخلی مقررات جاری کرد که بر اساس آن یک مرد میلیسه باید از 168 و زن میلیسه از 160 سانتی متر پایان نباشد. وزن آنها باید به قدشان موافقت کند. در ولایت سوردلوسک روسیه برای مهاجران مهنتی در این ولایت درس شبانه تعلیمی زبان روسی به راه ماندند. در این درس‌ها که هر شب طریق یوتیوب پخش می شود، به مهاجران شیوه مناسبت صحبت با کارمندان بانک، پزشکان و دیگران آموزانیده می شود. این درس‌های آموزشی را بخش آموزشی زبان روسی دانشگاه اورال تهیه کرده است. خبرگزاری‌های محلی در سوردلوسک گفتند که هدف این کورس‌ها آموزش زبان روسی به مهاجران و معاشرت آنها با کارمندان اداره‌های گوناگون محلی است. از آغاز سال روان به سوردلوسک بیش از 148,000 مهاجر برای کار آمده بوده است که اکثراً از تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان بودند. مقامات این ولایت در 8 ماه بیش از 5,000 مهاجر را جریمه مأموری کردند. سازمان‌های حامی حقوق مهاجران مقامداران این کشور را برای سیاست مهاجر بدبینی و شرایط فراهم نکردن برای کار و زندگی درست تنقید می‌کنند.
مقامات ترکمنستان از حکومت ترکیه دعوت کردند که برای شهروندان ترکمنستان ویزا جاری کنند. شهروندان ترکمنستان مثل دیگر شهروندان کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان حق دارند که 30 روز به ویزا در ترکیه بمانند. در اظهارات وزارت کارهای خارجه ترکمنستان آمده است که به طور موقت ویزا جاری کرده شود. هدف این درخواست تکمیل و واردسازی نظام اساسناک ترتیب ورود شهروندان ترکمنستان به ترکیه عنوان شده است. در همین حال مقامات ترکمنستان نگفتند که مهلت موقت چقدر خواهد بود. درخواست مقامات ترکمنستان در حالی است که هزاران شهروند این کشور برای ترکیه به کار می روند. همزمان تا 20,000 دانشجوی ترکمنستان در ترکیه تحصیل می کنند. و خبر آخر، بانک ملی تاجیکستان روزی 6 سپتامبر 1000 روبل روسی را 165 سامانی و 30 درم و $1 آمریکایی را 10 سامانی و 24 درم مقرر کرده است. قرب اسعار در بانک‌های تجارتی تاجیکستان از بانک ملی فرق می‌کند. خبرهای بیشتر و نو را شما در برنامه اخباری آزادی پس از 3 ساعت، ساعت 2 به وقت مسکو و ساعت 4 به وقت تاجیکستان تماشا کنید. بازگشت به آزادی ویدیو را فراموش نکنید. خوب و خوش کامگار. خدا نگهدار.